بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را یک بار دیگر کنار خود دارم. در آغاز سلام‌های خود و شما بیننده‌های عزیز را خدمت جناب استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم خدمت شما برادر و سرور عزیزم استاد امام الدین رحیمی عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و لو شاکرم از اینکه بار دیگر این فرصت نصیب شد تا در خدمت شما بینندگان باشیم. الحمدلله. تشکر. سلامت باشید سلیمانی عزیز. بیننده‌های عزیز، البته در هفته‌های گذشته اگر با ما بودید یقینا موضوعات ما روی ایمان میچرخید و در برنامه‌های گذشته استاد سلیمانی عزیز بیان کردند که ایمان چی هست، تعریفی از ایمان کردن و سپس ارکان یا همان شرایط یا معیارهایی که بر یک ایمان مقبول نزد الله متعال در کار هست روی ارکان ایمان پرداختن و برای ارکان ایمان آیات متعددی از قرآن کریم را تلاوت نمودند که در آن آیات اشارات واضحی به ارکان ایمان شده و ارکان ششگانه ایمان در حدیث جبرئیل علیه السلام، حدیث مشهور و طویلی هست که حضرت جبرئیل علیه السلام به شکل یک آدمی، یک انسان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آید و سپس از ایشان چیزهایی میپرسند. سوالهایی که حضرت جبرئیل کرد یکش در مورد ایمان بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند ایمان چی هست. آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ برای جبرئیل علیه السلام به ارکان ششگانه ایمان اشاره کردند که ایمان این است که به الله ایمان بیاری، به ملائکه ایمان بیاری، به کتاب‌های آسمانی ایمان بیاری، به پیامبران ایمان بیاری و به روز قیامت ایمان بیاری و همچنان به تقدیر ایمان داشته باشی که 6 رکن ایمان را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث ذکر کردند. البته ما به اولین رکنی از ارکان ایمان پرداختیم که همانا ایمان به الله متعال بود. استاد سلیمانی عزیز گفتند که ایمان به الله متعال باید کدام موارد را در بر داشته باشد، یک انسان در ایمان به الله متعال کدام موارد را مد نظر بگیرد. اولین موردی که گفتند نیاز هست ما باید به وجود الله متعال باور داشته باشیم و باور داشتن به وجود الله متعال از جهل نمیشه. ما باید علم داشته باشیم، بدانیم و سپس یقین کنیم واقعا الله وجود دارد. برای اثبات وجود الله متعال گفتن دلایل فراوانی هست که در هفته گذشته به یک یا دوی از آن دلایل اشاره کردن. دلیل اولی که برای اثبات وجود الله متعال مطرح کردن گفتن فطرت هست. فطرت سلیم هر انسان تقاضای این را می کند که باور داشته باشد که خالق الله یک ذاتی که او را پیدا کرده است وجود داشته باشد و سپس از دلایل وجود الله متعال به بعضی از نشانه ها یا آیاتی که در کائنات ما میبینیم، نشانه هایی که دلالت میکنند که واقعا خالق یا ذاتی هست که این کائنات را با این سیستم خیلی عجیب و غریب آفریده است. البته سعی میکنیم که در این برنامه با آنچه که باقی مانده بپردازیم در مورد وجود الله متعال یا اثبات وجود الله متعال. پس موضوع این هفته ما هست وجود الله متعال. استاد سلیمانی عزیز، در آغاز میخواهم که دلایلی را که در مورد وجود الله متعال یا اثبات وجود الله متعال در برنامه گذشته مطرح کردین اشاراتی داشته باشین، بعد بریم جلو. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونگونه که شما اشاره فرمودید ما در موضوع ایمان به الله متعال که رکن اصلی ایمان هست و پیکره و اون تنه و بدنه اصلی درخت ایمان، اگر ما کل ایمان رو به یک درخت تشبیه بکنیم، ایمان به الله متعال اصل ستون اون تنه اصلی است، اون بدنه اصلی این درخت ایمان به الله متعال است و همه بخش های دیگر ایمان اون شاخه هایی هست که باز از این منشعب میشن و باز هر شاخه خودش باز
برگ‌هایی داره و گل‌هایی داره و میوه‌هایی داره و به هر حال این درخت ایمان این گونه تکمیل میشه و زیبا و زیباتر میشه. ایمان به الله متعال اصل اساسه. ایمان به الله متعال انقدر مهم است که در قرآن کریم وقتی که ما نگاه میکنیم بیش از 10,000 مرتبه ما نام الله متعال و یا صفات الله متعال رو و آنچه که مرتبط به افعال الله متعال هست ما در آیات کلام الله مجید مشاهده میکنیم. یا میتونیم بگیم که اگر بگیم مثلا کل قرآن کریم برای معرفی الله متعال، صفات الله متعال، افعال الله متعال و آنچه که در باب عبادت بعد نسبت به الله متعال انجام بشه ذکر شده اغراق نکردیم. قرآن آمده تا برای ما الله رو معرفی بکنه و حقوق الله رو بر ما بگه و وظایف ما رو در برابر الله متعال. و ایمان به الله متعال بسیار مهمه. از این بابت 10,000 مرتبه وقتی که در قرآن ذکر میشه، قرآنی که مثلا ما اگر نگاه بکنیم 600 صفحه مصحف عثمان طاهر اگه بخوایم 10,000 مرتبه بگیم یعنی از بیش از بین حدود 20 بار، کمتر از 20 بار، یعنی بین 15 تا 20 بار در هر صفحه، در هر خطی، حالا هر خطی هم با هر صفحه 15 صفحه است، هر صفحه 15 خط است، یعنی هر کمتر خطی در قرآن کریم پیدا میشه که ذکری از الله جل جلاله در اون نباشه به هر نحوی ها، چه مستقیما با ذکر نام مبارکش که بیش از 2000 مرتبه در قرآن لفظ جلاله ذکر شده و چه آنچه که مرتبط به موضوع است. و همین ها دلالت بر این میکنه که بحث ایمان به الله متعال بسیار مهم است و پایدار. و در بحث ایمان به الله متعال ما اول باید با تمام وجود احساسش کنیم. ایمان به الله متعال رو، خود الله متعال رو باید احساس کنیم، باید بهش برسیم، نه که فقط یک چیزی شنیده باشیم یا ارث برده باشیم یا در شناسنامه ما نوشته باشن که آقا بچه مسلمانه، باباش مسلمان بود، مادرش مسلمان بود، با دنیا اومدیم دست ما رو گرفتن بردن مسجد، گفتن بگو الله، گفتیم الله. وقتی به دنیا اومدیم در گوش ما اذان دادن الله اکبر گفتن و همینجوری. نه، اینو ما باید با تمام وجود احساسش کنیم. به همین خاطر وجود الله متعال یک از مسائل اصلی است در ایمان به الله متعال. باز ما اولین مسئله‌ای که باید مد نظر ما باشه خود وجود الله متعال رو ما باید احساس کنیم. ما باید این مسئله برای ما ایمان به وجود الله متعال، یعنی باور به وجود الله متعال، اعتقاد به وجود الله متعال رو ما باید تجربه کنیم. ما باید با الله زندگی کنیم. ما باید با الله در زندگیمون دوست بشیم. ما باید با الله رابطه پیدا بکنیم. ما باید با الله متعال اون رابطه بندگی و معبودی که هست، رابطه مخلوق و خالقی هست، رابطه محبوب و محبی که هست باید داشته باشیم. دو نفر از انسان‌هایی که عاشق هم میشن چطور به هم علاقه دارن، رابطه دارن، چطور به فکر همن، چطور به یاد همن، چطور همیشه وقتی که اسم یکی پیش اون ذکر میشه میبینیم که این لباش قنچه میزنه و این گونه ها میشکفه و خوشحال میشه، در دلش یک احساس ایجاد میشه. حالا داخل پرانتز یک ضرب مثل روسی هست، میگن که اگر نام یک کسی رو پیش شما گرفتن و دل شما تکون خورد بفهمید که عاشقید به اون شخص. و الان این معنا رو ما خیلی زیباترش رو الله متعال در قرآن مطرح میکنه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هستن که وقتی نام الله تعالی گرفته میشه دلشون میلرزه. این همون احساسه، اون محبت است. این از کجا ایجاد میشه؟ چطور ایجاد میشه؟ این اولش با اصلا خودش باید وجودش رو ما باید احساس بکنیم. اول باید وجودش رو درک بکنیم. از ذکر کردیم که مسئله فطرت مهمترین مسئله است که بلا استثناء هر انسان روی زمین این حقیقت رو نسبت بهش باور داره. بحث فطرت اون نیروی درونیه که الله متعال در درون هر انسانی گذاشته که نسبت به الله تعالی باورمنده، که این نیرو بر اساس گذر زمان و با تربیت هر بچه‌ای که به دنیا میاد بر اساس این فطرت به دنیا میاد. یعنی اگر بچه‌ای به دنیا بیاد و دور بری‌ها کاری بهش نداشته باشن، این فطرت خود به خود اون رو به اسلام میرسونه. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر بچه‌ای که به دنیا میاد بر فطرت اسلام به دنیا میاد. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این پدر و مادرش ان اون رو مسیحی، یهودی یا مجوسش میکنن. نفرمود که این رو میان چیکار میکنن؟ مسلمونش میکنن. نفرمود که پدر و مادرن که مسیحی یا یهودی یا مجوسی یا مسلمان میکنن، چون مسلمان هست، چون باورمند است. بچه که به دنیا میاد ذاتش این گونه هست، اما شیطان قسم خورده که نگذاره به هر حال به مسیر مستقیم بره و سر راه انسان گردنه ها میگذاره. این اون فطرتی است که الله متعال میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها. این
اون برنامه‌ریزی اصلی که وجود ما بر اساس اون هست درباره‌اش صحبت کردیم. این فطرت یک ویژگی مهم داره. خلاصه صحبت کل برنامه گذشته ماست که این فطرت در شادی‌ها و در نعمت‌ها، علی خصوص در فراوانی نعمت، وقتی که ما انسان به هر حال همه چی خوبه براش، همه چی دماغش چاقه، شکمش پره و کیفش کوکه، برای همه چی برابره، اون موقع متاسفانه این فطرت یک کمی به حاشیه میره، یک کمی این فطرت غافل میشه از اون اصلی که هست. اما وقتی که در مصیبت‌ها و مشکلات و مصائب میرسه انسان، وقتی که در کوارث، وقتی که در مصیبت‌های بسیار بزرگ، وقتی که در منجلاب گیر میکنه، در باطلاق و امید انسان از همه قطع میشه، یک دفعه میایم میبینیم که این فطرت خودشو نشون میده. این فطرت میاد بیرون و این فطرت فریاد میزنه و الله متعال رو برای ما به تصویر میکشه و ایمان میکنه به الله متعال، که به تعبیر بسیار زیبایی در سوره مبارکه یونس الله متعال در آیه 20 میفرماید اون کسی است که شما رو در والذی یسیرکم فی البر والبحر، و اون کسی که در زمین و خشکی شما رو به حرکت در میاره، حتی اذا کنتم فی الفلک، شما در کشتی که هستید، و جرینا بهم بریح طیبه و فرحوا بها، خیلی خوشحالن، در کشتی نعمت‌ها هست، باد آرام و ملایمی در حال وزیدن هست، موج دریا با زیبایی‌ها، کشتی هم وقتی که در آب حرکت میکنه از اطراف باز یک صحنه بسیار زیبایی به تصویر میکشه، آب وقتی که پخش میشه به سمت این طرف اون طرف، انسان لذت میبره از این صحنه. مرغ‌های دریایی بالا سر انسان هست، تا افق انسان آب میبینه و اگر نیمچه ابری هم باشه این زیبایی دو چندان میشه، یک نسیم خنک بهاری هم که کلا دیگه این زیبایی رو صد چندان میکنه. و جرینا بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتهم ریح عاصف، یک دفعه یک طوفان میاد، همه این چیزها رو به هم میزنه. یک طوفان میاد، ابرها میان، تاریک میشه، سیاه میشه، طوفان میاد، رعد و برق میاد، موجهای خطرناک میاد و الله متعال میفهمد که وقتی که این موج میاد و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم قد احيط بهم، اینها مطمئن میشن که الان دیگه در منجلاب گیر کردن، دعوا الله مخلصین له، الله متعال هر جوری شده داد میزنه و فریاد میکشه. این بحث فطرت یکی از دلایل اثبات و حقانیت وجود الله متعال همین وجود انسانه. ما باید بشینیم تفکر بکنیم، هر کسی که فکر میکنه این چه نیرویه. ما انسان ها خود به خود اینطوری خلق شدیم. چطور بچه وقتی به دنیا میاد خود به خود میدونه که بعد سینه مادر رو به دهان بگیره و این حرکت حتی مکیدن، و از کجا میدونه که بعد اینجا شیر بخوره؟ حتی اگر انگشت آدم سمت دهن بچه بکنیم وقتی به دنیا میاد، انگشت انسان میگیره شروع میکنه به مکیدن. این حرکت مکیدن رو کی بهش یاد داده؟ کی به این یاد داده که تو باید بمکی؟ کی بهش یاد داده که هر وقت نیازی داشتی یا دردی داشتی یا گرسنه یا تشنه شدی گریه کن؟ کی بهش یاد داده؟ ما که بهش نگفتیم. بگیم هم نمیفهمه از مادر اون وقت. پدر و مادرم که دم وقتی که بچه حامله است در شکم، مادر بهش نمیگه پسرم به دنیا اومدی گریه کن، به دنیا اومدی بس سینه‌مو بگیری به دهن، یا بابام بهش بگه پسرم وقتی اومدی مستقیم اگه من نبودم با مادرت هست و شیر بخور. اینها رو کی به وجود انسان میگذاره؟ اینها همون اگر ما بشینیم، مشکل ما اینه که در این مسائل وقتی که درباره الله و تفکر الله صحبت میشه از بس مشغولیم، از بس ذهن ما مشغول به سریال ها و فیلم ها و فیلم های داستانی و سریالی و قصه ها و مشکلات زندگی و امرار معاش و درگیری با این و با اون و با این و با اون، اصلا فرصت نمی کنیم بشینیم تفکر کنیم، فرصت نمی کنیم. یعنی از بس مشغولیم، از بس خودمون رو غرق کردیم در این دنیا. اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گوشه‌ای میرفتن تشریف میبردن غار حرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه که اون موقع در 1400 سال پیش نه برقی بود و نه آب آنچنانی بود و نه گاز و تلفن و نه اینترنتی و نه موبایلی و نه این گوشی‌ها بود و نه این فیلم‌ها و تلویزیون‌ها بود. یعنی زندگی خیلی ساده‌ای که در یک روستاهای امروزی ما بدون این امکانات شاید هنوزم نشه تجربهش کرد. بازم می‌بینیم که ایشون قبل از نبوت میرفتن به غار حرا. کجا میرفتن؟ به غار حرا. یک گوشه‌ای. برای چی میرفت رسول الله صلی الله علیه و آله به غار حرا؟ اینا همه مقدماتی برای شروع یک حرکت عظیم، برای شروع یک دعوت ایمانی بزرگ. اینا همه یک مقدمات. این چیه؟ این همون فرصت اون خلوت کردن انسان نیاز داریم. ما همه ما انسان‌ها برای اینکه به این درجه های ایمانی برسیم باید خلوت کنیم با خودمون. باید بریم یک گوشه‌ای بشینیم، باید بریم یک گوشه‌ای، نه اون خلوتی که بعضی‌ها از دنیا میبرن و میرن و غارنشین میشن. بله رسول صلی الله علیه و سلم به امر الله متعال این کارو کرد، اما الان دیگه وقتی که رسالت شروع شد دیگه
دیگه نرفت تو غار بشینه. بعد از اینکه در رسول صلی الله علیه و آله رسالتشون شروع شد، در 23 سال همیشه در بطن جامعه بود. اما به ما یاد داد که برای اینکه شما اگه بخواید به ایمان برسید، با خودتون خلوت کنید، یک گوشه‌ای بشینید فکر کنید. این فرصت در یک جای یک گوشه‌ای ما باید بشینیم، به دور از همه این هیاهو، این سر صدا. یک فیلم سینمایی تا 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت ذهن انسان رو مشغول میکنه بعد از خودش. معنی یک فیلمی که طرف دیده سر و صدا، این کجا فرصت پیدا میکنه که بشینه درباره الله متعال بعد از فیلم فکر کنه، بشینه فکر بکنه همش درباره صحنه‌های فیلم تو ذهنش هست. یک وقتهایی باید بگذاریم برای این کار، باید یک وقت اختصاص بدیم و تفکر کنیم و تعقل کنیم و به این نتایج برسیم. الان در این باب وقتی که ما میام نگاه میکنیم، فطرت رو ما در وجود خودمون داریم، ندای درونی، یک ندایی که از داخل هست. این ما خیلی کمک میکنه در بار ایمانی که بعداً ما میتونیم کسب بکنیم. موضوع دومی که بحث مهمی است، ما الله متعال آیاتی داره و نشانه هایی داره، این که در ذات ما هست. این خود به خود نیروی محرکه درونی که ما رو شوق میده. علاوه بر این، آنچه که وجود الله متعال اثبات میکنه آیات و نشانه های الله متعال. ما الله متعال رو نمیبینیم. یکی از دلایلی که شاید خیلی ها الان در بحث ایمان به الله متعال بحث میلنگن اینه که چون الله متعال رو ما نمیبینیم و چون نمیبینیم ابتلا قشنگیش به همینه، چون نمیبینیم. الله متعال اول قرآن که شروع میشه مؤمنون رو معرفی میکنه، میفرماید اولین صفتی که از متقین و کسانی که ایمان آوردن به کتاب الذین یؤمنون بالغیب. الله متعال غایب از دیده ما، از ذات الله متعال در دنیا قابل رؤیت نیست. نه تدرکه الابصار، چشم ها او رو نمیبینن. این چشم دنیوی قادر به دیدن الله متعال در دنیا نیست، اما در آخرت از الله متعال خواهانیم. همه ما آرزومندیم که ان شاء الله نصیب بکنه رؤیت ذاتش رو. برای ما که باورمندیم به اینکه حتما الله متعال دیده میشه در روز قیامت، برای کسانی که الله متعال اونها رو بهشت وارد میکنه. در یکی از مشکلات اینجا ایجاد میشه و چون دیده نمیشه ایمان معنا پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. اگر دیده میشد خب ایمان دیگه اون موقع معنایی نداشت، ایمان معنایی پیدا نمیکرد. الان یکی از اسبابی که اصلا آزمایش الله متعال برای بندگان الله متعال آزمایش میکنه همین غیب بودن الله متعال و غیب بودن بهشت و غیب بودن دوزخ و غیب بودن ملائکه که ما نمیبینیم. همین اینا برای ما غیبه دیگه. وقتی صحبت میکنیم اینا همه غیبیاتی است که ما بهش ایمان داریم. این خودش اصلا ارزش ایمان در همین، ارزش ایمانی و تفاوت درجه ایمانی افراد در ایمانشون به غیب و به الله متعال که غیبه و همین سبب شده اگر الله متعال رو همه می‌دیدن دیگه اون موقع ایمان اجباری میشد نه اختیاری. ایمان اجباری دیگه اون موقع حساب و کتاب معنایی نداشت براش، دیگه بهشت رفتن و دوزخ رفتن دیگه معنایی نداره برای انسان. ما در باب ایمان به الله متعال چون الله متعال رو نمی‌بینیم، اگر انسان یک شیئی رو ببینه و آثارش رو هم ببینه اون موقع نسبت به این شی یقین کامل پیدا میکنه. اگر خودش رو ندید آثارش رو هم ببینه اون موقع باز هم ایمان پیدا میکنه. ما مثلا الان جریان برق رو چطور تشخیص میدیم؟ برق وجود داره دیگه. ما الان مثلا داخل کابلی که وجود داره، ما کابل رو اگر ببینیم، کابل که اصلا پوستی هم نداره، یعنی کابل لخت، ما برق رو نمیبینیم داخلش. اما آیا کسی میتونه بگه که برق نیست؟ چطور میفهمین که برق هست یا نیست؟ اثر برق رو میبینیم. آقا این لامپ روشن شد بالا سر من، برق هست. خب یک کسی دیگه با خیر میخواد چیز بکنه، نمیخواد لامپشو ببینه، یک دستی شما بزن به این برق. اگه شک داری که برق هست کابل بگیر، یک 4 تا همچین که شما رو چپ و راستت کرد، بعد اون موقع یقین پیدا میکنی که نبود. نیازی نیست هر چیزی که مشکل ما اینه که فکر میکنیم هر چیزی که میبینیم هست، هر چیزی که نمیبینیم نیست. در حالی که یکی از همین مثلا انا مسئله مثل روح، الان میگیم فلانی مرد، فلانی جلوی چشم ماست، بدن همون بدنه، چشم و گوش و دست پا همونه، افتاده روی زمین جلوی ما، میگیم مرد. کی مرد؟ فلانی مرد. کجا رفت اون دنیا. بابا این که الان همینجاست. نه، اصلش روح. اون روح چیه؟ این روحی که همه ما بهش باورمندیم که اگر از بدن خارج شد میمیره. این روح کی دیده این روح رو؟ کی میتونه ببینه این روح رو؟ قابل رؤیت نیست. اما ما اثراتش رو میبینیم. ما دیدیم که این وقتی از بدن خارج شد دیگه دست و پا کار نمیکنه، دیگه قلب حرکت نمیکنه، دیگه تمام اعضای بدن از کار افتاد، دیگه این جسم پیکری که الان روی زمین افتاده از بین میره. برای شناخت یک شی نیاز نیست که ما حتما ببینیمش. ما آیات و نشانه های او رو که میبینیم خودش دلالت بر این میکنه که این شی وجود داره. و الله متعال یکی از دلایل شناخت و راههای شناخت الله متعال آیات و نشانه هایی است که الله متعال قرار داده برای ما.
و این آیات و نشانه ها فراوانن. یکی از دلایل شناخت یا وجود الله اثبات متعال، وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال، آیات و نشانه های فراوانی است، بی حساب به حساب است. بیننده های عزیز باشید با نشانه های الله متعال که به حساب هستند برمیگردیم بعد از یک میان برنامه کوتاه. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن الله هر که را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني. بله بیننده های عزیز و گرامی، یکی از دلایل اثبات وجود الله متعال فطرت هست که الله متعال وقتی که انسان را به دنیا تولد می کند، به دنیا می آید، طفل وقتی که به دنیا می آید در فطرت از او اسلام هست و او مسلمان تولد می شود. این پدر و مادرش هست که او را بعداً یهودی یا مسیحی یا هم مجوسی می سازند. اگر پدر و مادر هیچ تصرفی در او نکنند، با همان فطرت سالمی که به دنیا آمده باقی باشه و زندگی بکنه، واقعا مسلمان می باشد. استاد سلیمانی عزیز گفتند که دلیل دوم برای اثبات وجود الله متعال نشانه های فراوان هست. آیات الله متعال در کائنات هست که ما می بینیم، گفتن بیشمار هست. حالا میریم به سراغ بعضی از این نشانه هایی که بیشمار هستند و دلالت میکنند بر وجود الله متعال. استاد سلیمانی عزیز گفتن آیات و نشانه هایی که دلالت بر وجود الله متعال میکند خیلی فراوان و بیشمار هستند. چنین است؟ یقینا در هر مخلوقی از مخلوقات الله متعال، هر مخلوقی خود به خودش، بلکه در خود مخلوق باز مخلوقات دیگری، هر کدام از اینها دلیلی است و نشانه است و آیه است از آیات الله متعال که دلالت بر وجود الله متعال میکنه. الله متعال اینا در نظر داشته باشیم که فرمود ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، در آیه 104 سوره مبارکه نحل که قبلا اشاره کردیم بهش. الله متعال میفرماید کسانی که به آیات من ایمان ندارن، الله تعالی اون ایمان اصلا هدایت نمیکنن. هدایتی نیست. بس دیگه ایمان آوردن به آیات الله هم به نشانه های قدرت الله نیاز هست. آیات الله متعال، وقتی که ما آیات الله متعال رو نگاه میکنیم، خب آیات ما در دو تا شهرش مطرح میشه. یکی آیات در معنای عامه است، در معنای عامش است که هر نشانی از نشانه های الله متعال هر مخلوق، درست. و یک معنای خاص‌تر داره که باز آیات قرآن کریم است که باز در آیات قرآن کریم معنای اول باز پررنگه، نه؟
وقتی که در قرآن میایم بیش از 1000 آیه قرآن کریم، بیش از 1000 آیه قرآن کریم درباره چی صحبت میکنه؟ درباره آیات تکوینی، درباره مخلوقات الله متعال صحبت میکنه. ما سوره ها داریم، یک سوره کامل داریم اسم نحل درباره زنبور عسل، یک سوره کامل داریم درباره زنبور عسل که 17 صفحه است. این سوره نزدیک یک جزء این سوره اسمش هست نحل. سوره چی؟ زنبور عسل. سوره زنبور عسل این یک سوره است. سوره داریم به اسم نمل، مورچه. سوره داریم به اسم عنکبوت. عنکبوت اسمش عنکبوت است در فارسی، ما بهش میگیم عنکبوت. ما سوره داریم به اسم بقره. ماشاءالله بزرگترین سوره قرآن کریم است. درباره اسم سوره از گاو. اینها همه ما سوره داریم اسم انعام، چارپایان، حیوانات. و این سوره انعام از اول تا آخرش توحید و نشانه های عظمت الله تعالی که در تمام سوره ها ما این موضوع رو داریم. و در همین سوره نحل، همین زنبور عسل که خودش یک عظمتی است. حالا من اگر بخوام در این باب صحبت بکنیم درباره عسل و درباره زنبور عسل و درباره شگفتی هاش، که من پیشنهاد میکنم عزیزان درباره کتاب هایی که نوشته شده مطالعه بکنن و مقالاتی که درباره عظمت نظام زندگی زنبورهای عسل و سیستم حرکت اینها و اون شگفتی هایی که هست و اون عسلی که الله تعالی میفهمد فیه شفاء للناس، شفایی است برای مردم. در سوره نحل آیات فراوانی است درباره عظمت الله متعال. و همین آیه 104 این سوره باز الله تعالی میفهمد کسانی که به آیات الله متعال ایمان نیاوردن الله متعال نار هدایت نمیکنه. این هدایت از تفکر در آیات شروع میشه. و در سوره مبارکه زاریات الله متعال میفهمد که و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هایی است برای کسانی که یقین دارن. این یقین از کجا پیدا میشه؟ این نشانه برای کی هست؟ و فی الارض آیات، این نشانه برای کی هست؟ برای هر کسی نیست. للموقنین، کسانی که دنبال یقینن، کسانی که باورمندن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. برای یک انسانی که به تعبیر قرآن صاحب لب هست، مغز هست، در این تعبیر به دنبال یقین هست، انسانی که واقعا به دنبال شناخت الله متعال است، هر برگ یک آیه نشانه الله متعال است. اما برای بقیه چی؟ کسی که مهم نیست براش. درخت دیگه، حالا چی گیر دادی درخت دیگه چی از کار اینقدر درباره فکر میکنه؟ حالا مگس فکر کردن میخواد، پشه رو فکر کردن میخواد، بزن بکشش. این تعبیر چقدر فرق میکنه با اون تعبیری که کسی میاد مگس رو نگاه میکنه، پشه رو نگاه میکنه، برگی رو نگاه میکنه و از این به عظمت الله تعالی میرسه. به والله میبینیم بعضی ها وقتی که انسان درباره اولیای الله متعال میبینه و وصف حالشون و تفکر و تدبرشون درباره نشانه های الله متعال که میان درباره یک شیء بسیار کوچکی وقتی که میشینن خود الله متعال که درباره سوره نحل وقتی درباره زنبور عسل یک سوره نازل میکنه در قرآن، این نشان از اهمیت اینها است. وقتی که اولیا میبینیم میشینن اولیای الله متعال تفکر میکنن درباره یک موضوع کوچکی و این تفکر چقدر تاثیرگذار است در ایمان و در زندگی ما. و فی الارض آیات للموقنین، الله متعال فرمود در زمین نشانه هایی است برای اهل خرد. و فی انفسکم، قبل از زمین حتی در خودتون یک نگاهی به خودتون بندازید، به بدن خودتون بندازید، به دور و بر خودتون بندازید. افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ ما همینو بیایم روی همین آیه یک مقداری صحبت کنیم. افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ خود ما انسان ها، خود ما انسان، قبل از اینکه به سیستم وجودی خودمون بپردازیم که اون شگفتی هایی که در وجود ماست و دستگاه های تنفسی که الان در هر جزء بدن ما، مثلا چشم، گوش، بینی، زبان، به همینجوری سیستم قسمت های مختلفی که بدن ما داره، هر کدوم یک تخصصی راه افتاده و هر تخصصی باز یک دانشکده های خاصی، فقط سالها پزشکی مثلا فقط در چشم تخصص میگیره، مثلا متخصص فوق تخصص چشم آقای فلانی، یعنی فقط این کارش فقط چشمه، یعنی 10 سال 15 سال 20 سال این درباره چشم تحقیقات میکنه. 20 ساله که این آقا صبح تا شب درباره یک چشمی که شاید چقدر اندازه یک خرما بیشتر نیست. این نشان از چی داره؟ گوش، فوق تخصص گوشه آقا، گوش و حلق و بینی که اینا به هم ربط پیدا میکنن. یا مثلا یکی میگه فقط متخصص دستگاه گوارش این آقا، فقط متخصص 20 سال درس خوانده که تخصص پیدا بکنه که این غذایی که ما میخوریم از اینجا تا اون طرف که میاد بیرون چه اتفاقی میفته براش و این مسیر چه مشکلاتی پیدا میکنه، راه حلش. اینها قبل از اینکه به اینها برسیم برگردیم عقب. یک مثال خیلی ساده. حالا شاید بعضی از عزیزان بگن ما برای این آیات نیاز به تخصص داریم، بعد بریم مجلات بخونیم و یک حساب 2 تا 4 تا درباره خود آفرینش انسان ها. ما
انسان ها الان نزدیک 7 میلیارد نفریم روی زمین. درست. خب برگردیم عقب. من الان خودم میگم 33 سال پیش من نبودم روی زمین. حالا دقیقاً 33 سال یک ماه پیش، کمتر از یک ماه، 20 چند است، من روی زمین نبودم دیگه. برها 35 سال پیش که اصلا هیچ اثری از من نبود. خواهر برادرای منم مثلا پدر بودن و مادر. شما هم همینه کار، همه بینندگان ما هم همینه کار. 50 سال پیش، 100 سال پیش چند نفر از ما روی زمین بودن؟ هیچ کدوم ما نبود. این حکایت. برمیگردیم عقب‌تر. یعنی امروز تعداد کسانی که عمرشان از 100 بالا باشه خیلی محدود هستن. خیلی اصلا یعنی علاوه از اونها این انسان‌هایی که روی زمین می‌بینیم 100 سال قبل هیچ کدام اینها نبودن. الان برگردیم عقب‌تر. اگه با 150 بریم که هیچ کس هر چی برمیگردیم عقب‌تر، ما که نبودیم پدر مادرای ما. خب پدر مادرای ما حکایتشون مثل ما. هر چی برگردیم اونام نبودن، پدر بزرگا مادر بزرگا اونام نبودن، پدر بزرگ مادر بزرگ، همینجوری میره تا وارد. هر چی برگردیم عقب‌تر جمعیت کمتر میشه. دقیقاً. درسته؟ یک حساب بسیار ساده است. همین خود ما دیگه. پدر مادر ما 2 تا بودن، الان ماشاءالله ما بریم بعد از ما و فرزندای ما و نواده‌های ما می‌بینیم که 30-40 نفر شدیم. دقیقاً. عقب‌تر که برگردیم هر چی برمیگردیم جمعیت کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر میشه. برگردیم با شما بریم. ده. چند هزار سالش من با این کاری ندارم که چند هزار سال بود یا چند، بعضی میگن چند میلیون سال، اینا رو بگذاریم کنار. به این روی این اتفاق نظر پیدا میکنیم، آخرش میرسیم به چند نفر؟ به 2 تا. به 2 تا. درسته؟ هیچ انسانی نمیتونه این انکار بکنه. هیچ عقل سالم این انکار نمیکنه. آنچه که فعلا روی زمین هست، برگردیم عقب، اینو بشینیم یکم فکر کنیم روش دقیق. میرسیم به یک مرد یک زن. اسمشون چی بوده؟ اونم مهم نیست. بودن، بالاخره این 2 تا بودن. حالا بگیم آدم و حوا، ما میگیم آدم و حوا. یکی دیگه بگه آقا اسمشون چیز دیگه بود. باشه قبول، اسمشون چیز دیگه. این 2 نفر با هم ازدواج کردن. بچه‌هاشون به دنیا اومد، بچه‌ها ازدواج کردن، بچه‌ها به دنیا اومد، بچه‌ها تا ما شدیم معلوم، ما از اون نسل اومد. اون 2 نفر خودشون قبل از ازدواجشون، قبل از اینکه ازدواج کنن، اگر مثل ما رشد کرده باشن و زندگی کرده باشن، باید جوان بوده باشن، نوجوان بوده باشن، میریم عقب. طفل میشن، کودک میشن، میریم عقب‌تر. مثل زندگی خودمون دیگه. برمیگردیم تا یک جایی که اینها باید به دنیا اومده باشن، تولد شده باشن. بله. یک طفل مرد، یک طفل پسر و یک طفل دختر از کی متولد شدن؟ از کجا؟ سوال. جواب این سوال رو باید پیدا کرد. این مرد و زن از کجا متولد شدن؟ این یک حساب 2-4 تای عقل دیگه. خیلی ساده، اصلا نیاز به هیچ تخصصی هم نمیخواد. این از کجا اومدن؟ از کی متولد شدن؟ اینجاست که دیگه ذهن نمیتونه جواب بده. اینجاست که مجبوره بپذیره که نه، حکایت اونا مثل ما نبوده. اونا یک حکایت دیگه ای داشتن. اون از یک جایی اومدن، اونا رو یک کسی خلق کرد، چون نبودن. اونا نبودن. قبل از اونا اصلا، قبل از اونا این دنیا بود، این زمین بود. این زمین مال کی بود؟ زمین رو کی خلق کرد؟ آسمون رو کی خلق کرده بود؟ حتی همین زمین و آسمون و کسانی که میگن یک انفجاری به دنیا آمده، تق به توقی خورد و باز همه چیز به وجود اومد، خب اون انفجاره رو کی به وجود آورد؟ همون موادهایی که با هم جمع شدن، منفجر شدن، اونا از کجا آمدن؟ اینا همه سواله. اینا سوالهاییه که اون فطرت اولیه ما رو بیدار میکنه، دوباره برمیگرده. خیلیا سعی کردن که اون کسانی که باورمند نیستن به الله متعال بگن آقا اصلا این مسئله که شما میگید اینطور نیست که عقب رفته باشه و انسان ها هم از 2 تا یک پدر مادر به وجود اومده باشیم. ما وقتی که برگردیم عقب خیلی عقب، یک میمون هایی بودیم. همین میمون به اصطلاح، حالا بعضی تو افغانستان میگن مثل که شادی، حالا بهش میگن شادی، بعضی عربیش هم قرده، میمون یا شامپانزه، اینایی که حیواناتی که خیلی شبیه انسانن در ظاهرش. میگن ما اصلمون میمون بوده، بعد میمون هم اصلش باز یک موجود دیگه ای بوده، تک سلولی. خلاصه این که از داخل آب یک سلولی رشد کرده، یک موجودی به دنیا آمده از آب بیرون و این رشد کرده و مارمولکی شده و مارمولکش باز
یک کمی درازتر شد و باز یک کمی چهارپاش دستاش پاش بلندتر شد، دستاش کوتاه‌تر شد و بلند شد و کم 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 رشد کرد، شد میمون. میمون تکامل پیدا کرد، رشد کرد شد انسان. ما شدیم انسان‌های ما انسان‌های تکامل یافته اون میمون‌های دیروزیم. میگن اینو بعضیا. یکی اسمش رو گذاشتن، حالا یکی به اسم داروین اومد همچین حرفی مطرح کرد، یک زیست شناسی در غرب، یک عده هم اومدن نشخوار کردن این حرف‌ها رو و گفتن ها این ما را اینا اینجوری بوده، پس ما میمون بودیم. خیلی دوست داشتن که بگن ما از باغ وحش آمدیم، ما حیوان بودیم. خیلی دوست دارن ثابت بکنن که حیوانن. خیلی هم رویش اصرار دارن نه ما حیوان هستیم، ما حیوان بودیم، پدر مادرمون هم میمون بودن. یک جواب خیلی ساده، مبارکتون باشه. اون کسانی که میگن پدر مادر ما میمون بوده، ما میگیم مبارکتون باشه. اگه شما میمون زاده اید، ما آقا زاده ایم، ما انسان زاده ایم، ما آدمی زاده ایم. پدر مادر ما آدم و حواست. شما حیوان زاده ها، این تعبیر خیلی معذرت میخوام من از این تعبیر، یعنی انسان میمونه چه جواب این آدم بده؟ یعنی کسی که اینجوری میخواد بگه من حیوان بودم، خب عقل خودش میخواد مثل یک میمونی همینجوری تعطیل بکنه، درش ببنده، بعد همینجوری باهاش صحبت کنه. خب مبارکتون باشه. آقا شما خیلی اصرار داری بگه من حیوانم، مبارکت باشه. خب تو میمون زاده، قبول. آقا اصلا تو بچه میمون، قبول. چون ناراحت میشه تو بچه میمون. ولی از این جوابم که بگذاریم، خود همین کسانی که مسئله رو مطرح کردن، خود همینها هم بعدها به این نتیجه رسیدن که واقعا این گونه نیست. اگر قرار بود تکاملی به وجود داشته باشه در بین میمون‌ها، چرا این حلقه تکامل تعطیل شد؟ چرا میمون‌های بعدی، چرا امروز ما یک میمونی رو نمی‌بینیم که انسان شود؟ چرا میمون الان حداقل این میمون اگر قرار بوده مراحل تکاملی طی بکنه، خب یعنی میمون‌ها بین ما میمون‌ها و انسان‌ها بعد بین یک رشد دیگری، مراحل دیگری هم باید می‌بود. یعنی باید بین از ما و میمون‌ها که انقدر فاصله هست به هر حال در فهم و درک و درایت و شعور، یک مراحلی می‌بود. حیوان‌های دیگه هم مرحله متوسط بین ما و اونها می‌بودن که می‌گفتیم ها ببین این الان مثلا 500 سال بعد، 1000 سال بعد این میشه آدم، این میشه انسان. الان این میشه 100 سال بعد میشه انسان، اون 500 سال بعد میشه انسان، اون 1000 سال بعد میشه انسان، چون مرحله تکامل میرسونه. مثل دقیقاً حکایت خودمون دیگه، مثل بچه طفل رو ببینیم آقا این الان تازه به دنیا اومده، هیچ چیز بعد نیست. این 20 سال بعد میشه، 10 سال بعد میشه نوجوان، 20 سال بعد میشه جوان، 30 سال بعد میشه میان سال، 4 سال بعد میشه پیر. مثلا این چرا نیست؟ این یک دلیل. و دلایل فراوان دیگری که اصلا هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که یک انسان در ابتداش میمون بوده باشه. و این کسانی که خیلی تلاش دارن که ثابت بکنن ما در ابتدا میمون بودیم، ولو اینکه حالا میگم باشه جناب حیوان زاده، شما که فقط میخواید بگید میمون بودی، خب اون آبی که از داخل اون میگین شما یک تک سلولی خارج شد، اون آبو کی خلق کرد؟ از چی میخوان فرار کنن اینا میخوان ثابت بکنن که به هر حال دنیا خالقی نداره، این تقی به خورد یک چیزی وجود آمد. یک چیزی وجود آمد. یک عده منکر وجود الله متعال هستن. حکایت جالبی را از امام ابو حنیفه رضی الله عنه نقل میکنن که یک روز حضرت امام یک مجادله و مناظره داشتن با کسانی که منکر وجود الله متعال بودن. همه این تلاش های کسانی که میگن ما حیوان زاده ایم و میمونیم، از جنگل آمدیم و باغ وحش و دلشون تنگ شده برای آب و اجدادشون، اینا همه میخوان الله تعالی رو منکر بشن، وجود الله متعال. و این هم هدفشون انکار وجود الله متعال است. الله تعالی هم درباره اینها خیلی تعبیر جالبی داره، میفهمد لهم اعین لا یبصرون بها، چش دارن نمیبینن، لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن نمیشنون، و اینها قلب دارن درک نمیکنن. اولئک کل انعام، اینا خودشون مثل حیوانان، بل هم اضل، این از اونها بدترن. اونها میگن ما حیوان متکامل هستیم. اگر قراره به تکامل این باشه که انسان یعنی از دید شما به اوج تکامل رسیده باشه، که نرسیدیم. ما در ذاتمون، در جسممون، چشم عقرب و کرکس خیلی از چشم انسان ها قوی تره. میبینیم که چند صد متر بلکه 1000 متر در آسمان یک موشی رو روی زمین میبینه. چشم چیزترین چشم مال عقرب ها و مال عقاب ها و کرکس هاست. درست. یا بو، حیوانی که دنبال حالا سگ و امثالش در بو کردن، خیلی از انسان ها قوی تره. اگر قرار بود که ما در کل جسممون به تکامل برسیم، خب نرسیدیم. اون تکامل جسمی که شما میگید، اون سگ که دماغش از ما قوی تر کار میکنه، اون یکی چشمش از ما بیشتر کار میکنه، اون یکی که فیل که اصلا با دماغش ما رو ور میداره پرت میکنه 6 متر اون طرفتر هستن، اون یکی دیگه میبینیم که دندان داره که اگر از این طرف گذاشت این طرف گردن ما رو کلا قطع میبره اصلا. این
دلایل فراوان. اینها تراش دارن که بگن ما اینجوری هستیم. مثال اینا زیاد بود اینا از قبلا بودن، می‌خواستن منکر وجود الله متعال بشن. امام ابو حنیفه رضی الله عنه در جای دعوت شدن برای مناظره و عمدن دیر رفتن. کسانی منکر وجود الله متعال بودن و اینکه خدایی نیست اصلا، همه چیز تصادفی. اینا میگن همه چیز تصادفی به وجود آمده، تقی به توقی خورده و این همه عظمت به وجود آمده، این همه شگفتی به وجود آمده و هیچ دیگه همینجوری وجود آمده. امام حنیفه رضی الله عنه ایشون وقتی رفتن سر محفل و دیر رفتن، گفتن آقا چرا دیر اومدید شما که انقدر ادعای خدا میکنید و خدایی هست و حساب و کتابی هست و ایمان و باور و اعتقاد و وفای به عهد و وفای به قول و الله متعال ناراحت میشه، شما که اعتقاد دارید به این چیزا چرا سر وقت نمیاین؟ حضرت فرمود که ببخشید دیر شد، من اون طرف دجله بودم و از اون طرف میخواستم بیام این طرف، از این رود میخواستم رد بشم، هیچی نبود، نه قایقی بود نه کشتی بود. حساب کردم این ور نگاه کردم اون ور نگاه کردم، دیدم هیچی نیست. اون بعد یک دفعه یک رعد و برقی آمد، بعد یک درختی بغل دست من بود، خود به این درخت افتاد و این چوب‌ها افتادن. بعد این چوب‌ها همینجوری جلوی چشم من این چوب‌ها بلند شدن، صاف شدن. این چوب زد تو کلی اون چوب اون صاف کرد. بعد این چوب‌ها با هم جمع شدن. یک دفعه یک سنگ از اون طرف آمد، بعد این شروع کرد به کوبیدن این چوب‌ها و یک دفعه از اون طرف یک آهنی پیدا شد آمد، اینا میخ شد. یک دفعه اینا یک چوب‌ها و میخ‌ها و سنگ‌ها با هم دیگه همینجوری شروع کردن، این به اون زد اون به این زد، یه قایق کوچکی درست شد افتاد داخل آب. منم سوار این قایق شدم اومدم این طرف پیاده شدم تا پیش شما رسیدم. یکم دیر شد، ببخشید. به هر حال این تا این قایق درست شد خود به خود و بدون هیچ انسانی هم نبود، من همینجوری نگاه می‌کردم، من ایستاده بودم خود به خودم اینا اتفاق افتاد. اینا گفتن که این خطاب به اون امیری که اونجا بود، امیر منطقه که میزبان بودن همه در بحثش مناظره بکنن و طرفدار امام بود، گفتن که این عقلش سالمه، سر جاشه، خزعبلات چی این میگه؟ چوب‌ها بلند شدن خودشون، میخی از اون ور اومد، چوبی از این ور اومد، سنگی از اون ور اومد، اینا به هم خوردن، قایق درست شد و خود به خود بدون دخالت. مگه میشه؟ حضرت فرمود که من در تعجبم از شما، آسمان با این عظمت، دنیای با این عظمت، انسان‌های با این نظم و شگفتی رو شما میگه تقی به توقی خورد، این از اون ور به این خورد و اون از اون ور به اون خورد و به وجود اومد. یک 4 تا چوب و 4 تا میخ شما قبول نمی‌کنید. شما چطور باور می‌کنید که آسمان با این عظمت به وجود اومده بدون هیچ گونه خالقی و قبول ندارید که این قایق بدون خالق وجود اومده باشه؟ و اینها فبهت الذی کفر. و این حکایت از قدیم الایام ادامه داشته. اما آنچه که واقعیت است و آنچه که فطرت خود انسان داد میزنه و عجیبه که همینها هم که میگن ما تعقیب توقی خورده، گفتیم اما موقعی که در مشکلات و مصیبت‌ها گیر میکنن باز یک دفعه میبینیم که بیاد الله متعال میفتن و دست بلند میکنن و دعا میکنن. و تمام وقتی ما به تاریخ هم نگاه میکنیم، تمام انسان‌هایی که قبل از ما زندگی کردن بلا استثنا همشون این مصیبتی که جدیداً در عصر و زمان ما عده‌ای باز شروع کردن، درست در طول تاریخ اکثر مردم روی زمین، حالا نمیگیم عده‌ای اندکی بودن، همیشه اکثر انسان‌های روی زمین خودشون معتقد به وجود یک خالق بودن. درست. با خود این دلالت بر این میکنه که ذات انسان و فطرت انسان به دنبال خالق هست. حالا درباره خالق باز صحبت باقی میمونه که تعبیرشون و تعریفشون از خالق چه بوده است. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز، با این تفصیلی مفصلتان، توضیح مفصلتان، واقعا که یک از نشانه های بزرگ الهی یا دلایل بزرگی که دلالت بر وجود الله متعال میکند همین وجودی 1.5 متری یا کمتر و بیشتر خود ما هست. اجازه میتونیم بریم به سراغ یک برنامه؟ ببینید عزیز، میان برنامه کوتاه رو میبینیم و برمیگردیم با بقیه دلایل وجود الله متعال. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها خوشنودی او را می‌جویند و هرگز در طلب زینت زندگی دنیا چشمانت را از آنها برمگیر و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوای نفس خود پیروی کرده و کارش از حد گذشته و برباد است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني. بله بیننده های عزیز و گرامی، ما با برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما بود وجود الله متعال و دلایل برای اثبات وجود الله متعال از خلال قرآن کریم. آیات قرآنی جناب استاد سلیمانی عزیز مطرح کردن. اولین دلیل که همان فطرت هست، هفته گذشته روش صحبت تفصیلی کردیم و امشب نیز اشارات داشتیم و سپس نشانه های الله متعال یا نشانه هایی که در کائنات وجود دارند. آیات هم که با آنها گفته می شود در کائنات نشانه هایی که ما می بینیم این همه دلیلی هستند برای وجود یک ذات خالق که ذاتی هست که این کائنات را، این مخلوقات را با شکل و قیافه عجیبی، با انواع مختلف، الوان مختلف با وجود آورده است. همه اینها دلالت بر این میکنند که خالق وجود دارد. بزرگترین نمونه از آنها خود ما انسان ها، جسم یا جسد 1.5 متری یا کم و بیشی خود همین انسان ها دلیل بزرگی هستند که خالق وجود دارد. داستان امام ابو حنیفه رحمه الله را که با منکرین وجود الله متعال جناب استاد حکایت کردن خیلی جالب و زیبا بود. استاد سلیمانی عزیز، میشه به آیات دیگر یا نشانه های دیگری هم اشارات مختصری اگر داشته باشین؟ چون شما گفتن که آیات و نشانه ها بیشمار هستن. اگر ما این گونه به هر نشانه بپردازیم، ما برای هر نشانه چند برنامه نیاز داریم. از هر گلستانی گلی میگیریم، اگر نه همونجوری که شما اشاره فرمودید که ما تفصیل بیشتر رو بعد ما فقط ما باید چند برنامه اگر به نشانه ها بپردازیم، چند برنامه درباره نحل یا همان زنبور عسل بگذاریم، چندین برنامه درباره تک تک موجودات بقر بگذاریم، درباره تک تک موجودات باید برنامه گذاشت. و این رو میگذاریم به عهده خودمون و بینندگان است. ما فقط دوست داریم که این یک فتوایی بشه. این تاکید ما هم بیشتر به خاطر این هست بر موضوع آیات که الله متعال در قرآن کریم بسیار این موضوع رو پررنگ کرده برای ما. و می‌بینیم در آیات فراوان، همونجوری که اشاره کردیم بیش از 1000 آیه الله متعال به آیات اشاره می‌فرماید که دور بر ما هستند و مثال‌های فراوان در آیات فراوان که قرآن کریم فراوان پر است از اینها. و خلاصش اینه که ما در هر گوشه‌ای که نگاه بکنیم، هر ذره‌ای میتونه که یک آیه و نشانه‌ای برای الله متعال باشه. وجود الله متعال و تفکر و تدبر در خلقتش و نظمش و وجودش و شگفتی‌هایی که در اون وجود داره و می‌طلبه که ما فرصت بکنیم و وقت بگذاریم روزانه درباره این آیات مطالعاتی بکنیم، درباره مخلوقات الله متعال و درباره اینها بیاندیشیم و به قدرت الله متعال که اینا رو خلق کرده
میلیاردها از هر کدوم از اینها پی ببریم. من فقط دوست دارم به چند آیه همینطور گذرا اشاره بکنیم از کلام الله مجید که خود الله متعال برای ما مثال زد. آنچه که باز الله متعال مثال میزنه چون خودش ما رو میشناسه و ما رو خلق کرده، یقینا تاثیرگذارتره تا اون چیزی که خودمون بریم دنبالش. در سوره مبارکه روم از آیه 20 به بعد با این تعبیر شروع میشه. الله متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلقکم من تراب. از نشانهای قدرت الله متعال اینه که شما رو از خاک خلق کرد. ما از خاک خلق شدیم، از گل، خاک و گل کرد الله متعال، بعد سفالک شد، بعد آدم علیه السلام خلق شد از خاک. از خاک پیدا شدیم، نه از میمون. ما از خاک پیدا شدیم و یک انسان متکامل بودیم و الله متعال وقتی که آدم علیه السلام رو خلق کرد و علم آدم الاسماء کلها، همه چیزها رو بهش یاد داد، خلاف اون چیزی که الان بیان میشه که انسان‌های اولیه انسان‌های بی فرهنگی بودن، غیر متمدن بودن. اولیش آدم علیه السلام که یک پیامبر الهی است و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا لا علم لنا. او معلم ملائکه هم وقتی ملائکه حتی در مقابل آدم علیه السلام در علمش کم آوردن. این موضوع این است که انسان‌های اولیه آدم علیه السلام که پدر همه ماست و الله متعال ایشون را از خاک خلق کرده و مراحلی که بعد از خاک بود و یک انسان کامل متکامل با هدف، با برنامه، با درک، با شعور، با درایت خلق کرد و از پهلوی ایشون، از خود ذات ایشون، حوا رو از پهلوی ایشون خارج کرد، مادر ما. و الله متعال در این آیه اشاره میکنه که و من آیاتی ان خلقکم من تراب، من شما را از خاک خلق کرد. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، بعد بشری شدید که منتشر شدید روی زمین. و من آیاته، هر کدوم از اینو و من آیاتی ان آیه بعدی ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، همسری از خود شما برای شما انتخاب کرد. چطور ممکنه که دنیا همه چیزش اتفاقی بوده باشه، تصادفی بوده باشه و این نظم و شگفتی رابطه بین زن و شوهر و تفاوت مرد و زن و تکامل جسمی و روحی مرد و زن با هم و حکایت زاد و ولد، همین اینها همینطوری وجود اومده باشه؟ چطور ممکنه آخه؟ چطور ممکنه اینقدر نظم و شگفتی، اینقدر تکامل و نیاز دوتا به هم همینطور بدون همین چیزی، بدون این چیزی همجوری؟ کدوم عقلی باور میکنه که در یک کارخانه ای انسان وارد بشه، یک ماشینی رو آدم ببینه بگین ماشین، ها این ماشین همجوری خودش به وجود اومده دیگه، خودش به وجود اومده، خودش کی که با کدوم عقلی قبول میکنه؟ میگن آقا بابا این همه نظم، این همه نظم بین دستگاه‌های مختلف، بخش‌های مختلف ماشین، نظم حتی محل قرار دادن پیچ، محل در، پنجره، شیشه، چقدر نظم داره، مرتب همه چی یک شکل کامل، این همه نظم، این فکر میخواد، درایت میخواد، هنر میخواد. همینایی که میگن ما میمون بودیم، میگن ببین هنر فلان کارخونه رو، هنر فلان مهندسا رو، ماشاءالله مهندسای فلان کشور چقدر هنرمندن، وقتی به ذات خودشون میرسن گم میکنن خودشون. اینا ریشه ها داره. کار ان شاءالله باز بهش بررسی خواهیم کرد که این ریشه های غفلت از کجا ایجاد شده، که چرا ایده به این غفلت رسیدن با وجود فطرتی که در وجود انسان ها هست. این یکی از موضوعات بسیار مهم همین مسئله است. درست. لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات، در این خود همین بحث زن و شوهری آیات است لقوم یتفکرون، کسایی که فکرشون رو به کار میندازن. اون کسی که فکرشو قفل کرده بسته میگه نه آقا من میمونم، من حیوان زادم. خب این نمیخواد استفاده بکنه از فکرش. وگرنه یک کمی انسان فکر بکنه چطور انسان بپذیره همچین حرفی رو. و من آیاتی، باز فرمود خلق السماوات والارض، تمام آسمان و زمین، تمام آسمان و زمین الله میفهمه من خلق کردم. و اختلاف السنتکم، زبان ها رو نگاه کنید که چه دنیایی، این همه زبان از کجا ایجاد شده؟ این اختلافات زبان ها، این زبان های مختلف با رنگ های مختلف، شکل های مختلف که هر کدوم از اون یک برنامه میطلبه، نه یک برنامه یک مجموعه برنامه میخواد. ان فی ذلک لآیات للعالمین، این نشانه هایی است در این اختلاف زبان، اختلاف رنگ، آفرینش آسمان و زمین. این نشانه ها رو کی میفهمن؟ عالمین، کسانی که علم دارن. اینه که ما تأثیر علم، تفکر، تدبر، تعقل رو در نشانه های الله متعال کجا میبینیم؟ اونجایی که الله تعالی فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء. کیا بیشتر از الله میترسن؟ کیا بیشتر به فکر الله تعالی هستن؟
کیا بیشتر با الله تعالی رابطه دارن؟ اونایی که علم دارن، اونایی که علم دارن میفهمن، اونی که میدونه که این حرف یعنی چی، اونی که میدونه که وقتی الله تعالی میفهمد آفرینش آسمان و زمین یعنی چی. و من آیاته منامکم باللیل، خواب شما، خود همین خواب یک عالمیه، یک دنیاییه. ما خوابیدیم نصف دنیا رو میگردیم، با مرده و زنده رفت آمد داریم، سلام علیک میکنیم، احساس درد میکنیم، احساس شادی میکنیم، احساس لذت میکنیم در خواب. میریم میایم. این دنیای خواب تقی بود تقی خورده بود تصادفی. ما این همه شگفتی در خواب میبینیم، خوابی که قراره چند سال بعد اتفاق بیفته. یک اتفاقی قبلا میفته، این همون فیلمی شما 10 سال قبل میبینیم. کی این فیلم به ما نشون میده؟ کی اینها رو برای ما نظم میکنه؟ کدوم چی؟ همینجوری خود به خود سنگ به سنگ خورده و این سنگ انقدر عقل و در کشور داره که برای ما داره نقشه میکشه. یک فکری هست، یک تدبیری هست، یک قدرتی هست، یک نیرویی هست. اون نیرو همه چی رو کنترل میکنه. 200 سال پیش شما اشاره فرمودید که ما انسان‌ها هیچ کدوم روی زمین نبودیم. دقیقاً. هیچ انسانی 200 سال پیش از اونایی که الان هستن روی زمین نبودن. و 200 سال بعد هم هیچ کسی از آنانی که هستن الا من شاء الله کسی نخواهد بود روی زمین. این دنیا نه مال گذشتگان بود نه مال آیندگان. امام زمان البته بوده دیگه کسی. اینم از همون کسانی است. این زایده همون فکرهایی است که باز میخوان ایده رو میرسیم بهش در بحث صفات الله متعال و خلقت الله متعال. کسانی که در ایمان به الله متعال در انحراف رفتن. ما الان این دنیا بدون وجود ما با وجود ما میگذره. 200 سال قبل ما نبودیم، اما خورشید بود، اما زمین بود، اما آسمان و زمین با همین نظم و شگفتیش بود. دقیقاً. ما هم باشیم یا نباشیم فردا خورشید طلوع خواهد کرد و غروب خواهد کرد تا روز قیامت. این دنیا یک عقل مدبری داشت که من و شما نیستیم. ما نبودیم، ما خودمون نبودیم. 50 سال پیش من که 35 سال پیش نبودم، شما هم همینطوره. 100 سال پیش 200 سال پیش هیچ کدوم از ما نبودیم. ما نبودیم، بلکه یک عقل مدبری بود که ما رو هم آورد و ما وقتی که بریم او باز خواهد بود. ما میریم اما او خواهد بود. ما از این دنیا میریم برای جای دیگه میریم. ما از بین نمیریم. ما حالا هستیم. ما میریم یه جای دیگه میریم. اما در این دنیایی که الان دور بر ماست و نشانه های الله متعال است، ما در این دنیا نبود. باز الله متعال میفهمد ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. کسانی که گوش میدن نه به معنی که از اینجا بشنون از اینجا شوتش کنن بیرون. گوش میدن یعنی سراپا در فکر میکنن. گوشی شنیدنی که تاثیرگذار است. ادامه داره و من آیاتی بعد الله متعال میفهمد بعد و برق، باران، خود زنده شدن دنیا، خود همین که در زمستان همین چی میمیره دوباره زنده میشه. فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى. درباره ایمان به قیامت به این موضوعات بیشتر میرسیم که باز در بحث خود یکی از علائم وجود الله متعال بحث مردن و مرگ و زندگی و چرخه مرگ و زندگی است. با آیات مختلف الله متعال در پایان خلاصه میفهمد که تمام آسمان و زمین از الله متعال و هر گوشه از آسمان و زمین ما نگاه بکنیم، تفکر بکنیم، تدبر بکنیم، یک فکری هست، یک نیرویی هست. هر حیوانی میدونه که چیکار بکنه. یک دانه شما در زمین میکارید، در یک خاک، یک آب، یک هوا. مثلا اینجا 1 متر، اینجا 1 متر این برتر، 1 متر این برتر. زمین همون زمینه. یک دانه کاشتید میشه برنج، یک دانه دیگه میکارید میشه گندم، دانه دیگه میکارید میشه گوجه فرنگی، دانه دیگه میکارید یک دفعه در میاد برای شما سبزی. این طرفتر دانه میکنیم سیب در میاد، اون طرفتر دانه میکنیم پرتقال در میاد، این طرفتر دانه میکنیم یک چیز دیگه در. و فی الارض قطع متجاورات. الله تعالی میفرماید زمین های کنار هم هستن. آخر آیه میفرماید در سوره رعد که اونم باز یکی از سوره هایی است که واقعا جای تأمل و تدبر داره. این باب سوره رعد در خصوص سوره نحل، عزیزانی که میخوان در این باب بیشتر تفکر و تعقل کنن، میفرماید زمین های کنار هم یسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. یک آب همشون، اما مزه این یک چیز، مزه اون یک چیز. زمین، یک آب، یک خاک، یک زمین، رنگش فرق میکنه، مزهش فرق میکنه. این از کجا میدونه این دونه که من باید این رنگی بشم، اون باید اون رنگی بشه، من باید ساقم این مدلی بشه، من باید میوه‌ام رو این فصل بدم، من باید شکلم اینقدر بشه، طولم چقدر بشه، عرضم چقدر بشه؟ این از کجا میفهمه؟ این یک الله تعالی وقتی حضرت موسی علیه السلام معرفی کرد چی فرمود؟ اون کسی است که هر چیزی رو خلق کرده ثم هدی و برای هر چیزی یک برنامه گذاشته که خودش بدونه که چطور رشد بکنه، چطور خلق بشه.
تشکر. سلامت باشید. جزاکم الله خیرا. وقت ما به پایان رسیده. میبخشید البته ماند، ما آیات هم ماند و ان شاء الله تفکر و تعقلش بیشتر بودیم ما بینندگان. تشکر. سلامت باشید. بیننده های عزیز، وقتی برنامه ما به پایان رسیده، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي